در مورد پیشگویی نوستراداموس، در مورد نقاشی‌ها صحبت کردیم. اینا اومدن یه دونه مستند ساختن، درسته؟ نشون دادن که چی؟ توی کتابخانه روم یه کتابی پیدا شده بعد 400 سال. خیلی جالب. تا 400 سال اون کتاب اونجا هیچ کی ندیده بوده. بعد 400 سال یه کتابی پیدا شده، نقاشی جناب آقای نوستراداموسشه. تا چند وقت پیش آقای نوستراداموس شعر میگفت. چی نقاش هم شدیشون؟ قبل شما رو با اون فیلم هایی که کدگشایی میکنه از رو نقاشی بگین چی؟ آماده کرده. ببین چه جوری اینا برنامه‌ریزی میکنه. میاد نقاشیش کدگشایی میشه. به چه نتیجه میرسن؟ که 2012 میخونه. مثلا نقاشی که خودشونو کشیدن به اسم نوستراداموس در میارن از توی کتاب. اما پیشگویی نوستراداموس چطور بوده؟ پیشگویی رو ما اینجا خوب مسئلهشو جا بندازیم براتون. اولا اینکه یک بخشی از این پیشگویی‌های خود ساخته است. یعنی ببینید مثل اینکه من الان پیشگویی میکنم این خودکار تا 2 ثانیه دیگه تکون بخوره. ببینید 1 2 تکون خورد دیگه. خودم یه چیزی رو میگم بر مبنای همون اتفاق به وجود میارم، میگم چی؟ به وجود. مثل 11 سپتامبر. آلیستر کرولی پدر بزرگ جورج بوش، پدر بزرگ نامشروع شاه، خودشون میگن پدر بزرگ اصلی نبوده، نامشروع بوده. ایشون یک کتابی داره به اسم کتاب قانون. تو اونجا میگه برگه ها را به هم بچسبانید تا به اون حقیقت برگه ها رو اول افقی بعد عمودی به هم بچسبونید. شما توی دلار اینو دیدید دیگه، درسته؟ برگه ها دلار رو هم میچسبونید، چی میبینید؟ 11 سپتامبر. بر اون مبنا اینو میسازن. درسته؟ پس این حضرت امامو تبعید میکنن از عراق. هیچ کشور امام خمینی راه نمیده. توی این جریانی کشوری که همیشه علیه اسلام بوده مثل فرانسه که شما دارید میبینید چه قوانین علیه اسلام داره به تصویب میرسونه، تنها کشوری که اجازه میده امام خمینی بره اونجا. چرا؟ که آقای نوستراداموس گفته بوده از کشور گل، از کشور فرانسه امام خمینی تا این درست بشه. پس بخشی از اینا اینه. بخشی از اینها مورخین و پژوهشگران اعتقاد دارن عیناً احادیث شیعه که در جریان جنگ‌هایی که بین غربی‌ها که ما به عنوان رومی‌ها در اسلام ازشون یاد می‌کنیم اتفاق افتاده، کتب حدیث شیعه افتاده دست اینا، اونا اومدن. مگه امام صادق و امام کاظم پیش بینی نکرده بودن که در ایران بعد به رهبری خواهد رسید؟ توهبو به روح الله، نامش روح الله، آدماش کذوبر الحدید، یارانش مانند پاره‌های آهنن، هیچ کاری نمیشن. اینم از بخش از این پیشگویان واقعا حقیقیه. یعنی چی؟ یعنی این که میدونید ما آیه قرآن داریم که شیاطین از جنس جن میرفتن اخبار غیب رو از آسمان حوزه ملائکه میگرفتن میآوردن، یه چیزایی میشنیدن میآوردن به آدمای خوش میدن. بر همین مبنا کابالیست‌ها و صهیونیست‌ها اینا برای میشن کتابایی مینوشتن، مثل کتاب رویای کودکی که 70 سال قبل از آمدن پیامبر عیناً پیامبر رو ترسیم کرده. کتابو شما بخونید اصلا قیافه پیامبر میاد جلوی چشتون، چهره ایشون رو ترسیم کرده. حتی میومدن یه اخبار غیبی میگفتن. با به سطح رسیدن با به دنیا آمدن پیامبر درهای آسمان به اینها بسته میشه. لذا بعضی از این پیشگویی‌ها کهنه، از قدیم اینها دارن. بعضی از پیشگویی‌های نوستراداموس کاملا غلط در اومده، مثل جریان رودکلنش، مثل جریانی که مثلا ایشون میاد پیشگویی میکنه تو مدار 45 درجه فلان اتفاق خواهد افتاد، مثلا فلان زلزله. می‌بینید که تو مدار 44 درجه این اتفاق میفته. حالا شما میگی راه گیر نده دیگه، حالا 1 درجه واسه 1 درجه معامله رو به هم نزن. عزیزم 1 درجه 450 کیلومتر رو زمین. به طرف بگی که توی تهران می‌خواد زلزله بیاد، کجا بیاد؟ توی دامغان، تو شاهرود 400 کیلومتر. شاهرود مثلا زلزله بیاد. چه جور پیشگوییه؟ پس این شخصیت نوستراداموس. اما دست گذاشتن رو این کابالیست که از تمام پژوهشگران معتقدن اصلا به ذات قاطعی که این آدم کابالیست بوده، با همین حوزه‌ها این علوم غریبه در ارتباط. مسئله بعدی تحرکات اینا تو کشورهای اسلامی که همزمان با 2012 شروع شد. مسئله ایران هراسیه. ایران باید از بین بره دیگه تو 2012، یا با جنگ یا با اغتشاشات داخلی. اول ترساندن کشورهای همسایه و مسلمان از ایرانه که این کلید. خود دیدید که همیشه میگن آی ایران فلان، آی ایران به همان اینجوری میکنه اونجوری میکنه. جایی که جمهوری اسلامی حق نداره یه دونه مانور انجام بده، یه موشک نمیتونه آزمایش بکنه. یه وزیر دفاع ما یه موشک آزمایش میکنه بعد بگه این پیغام صلح داشت برای کشورهای همسایه، نترسید فلان. برای چی؟ برای این باز 2 هدف داره. چی؟ این که اولا سلاحاشون رو با این بهانه میفروشن. میدونید کشورهای عربی بزرگترین وارد کننده های سلاح از امریکا هستن و اسرائیل
به صورت مخفی با واسطه. مسئله دیگه یاری خواستن از اینها برای حذف ایرانه. آمریکا توان به راه انداختن یه جنگ جدید رو در خاورمیانه دیگه نداره. به قول همینایی که زایده بذار بزرگ بکنه، تو باطلاق عراق و افغانستان گیر کرده، نمیتونه یه جنگ جدید، اونم با یه کشور کاملا آماده. امروز خود غربی ها میگن، البته آمارشون هم غلطه، کم دارن میگن 15% جمعیت جمهوری اسلامی ایران تا آخرین قطره خون وای میسته. تا آخرین قطره خون، همونجوری که شهدا وایسادن. 15% 70 میلیون میشه چقدر؟ میشه 10 میلیون و 500 هزار. در حالی که این بار ایران اسرائیل توی برد موشک باشه و خیلی دورتر از اسرائیل. ایران عمدن در مورد برد موشک باشه صحبت نمیکنه که حساسیت به وجود نیاره. اون زمان ایران حزب الله لبنان نداشت، حماس نداشت، امروز اینها رو داره. پیش بینی شده در جنگی که اینها با ایران راه بندازن، در 48 ساعت اول جنگ از جمعیت 6 تا 7 میلیون نفری اسرائیل 4 میلیون نفر آواره خواهند شد. فقط در 48 ساعت اول. پیش بینی خودشون. عزیزان من، سد کرخه‌ای که ما ساختیم شما به عنوان یه سد اقتصادی بهش نگاه نکنید. جریانات دیگه‌ای هم داره. خود این آلمانیایی که بلند شدن اومدن این سد رو دیدن چی گفتن؟ گفتن این سد خراب بشه سیلی را میندازه 5 تا 7 میلیارد متر مکعب اگه اشتباه نکنه آبگیری داره در بیشترین، در ماکسیموم حالت خودش. این سد خراب سیلی را میندازه که کشورهای حاشیه خلیج فارس این سونامی که به وجود میاره تشریف میبرن زیر آب. برای همینه که هر از چنگایی که اون خیلی شلوغ میکنن دیگه، پاشون از حدشون میذارن جلو بیرون تر میذارن، پا رو گیرمشون، پاشون از گیرمشون بیرون میذارن. چیکار میکنه ایران؟ مثل پیرارسال که چی گفت؟ گفتش که این پایه های سدمون شل شده. اونا چیکار کردن؟ فکر کن اشتباه نکنم تو کویت بود 10 میلیون دلار بنده خدا پول داد گفت بتون تزریق کن. باج داد. خب ایران خیلی امروز گزاره ها دستشه. اما اونا میدونن. ببینید توی اون تحقیقی که اینترپرایز میده بیرون، میگه که هر جوری تمام گزاره ها رو بررسی میکنه، میگه حمله نظامی به ایران فایده نداره، نمیتونه. به والله قسم اگه میتونستن زده بودن، به خدا نمیتونه. بهترین راه چیه؟ داخلی. و این خط این نشون، این برنامه که اینها رو انداختن تمام نخواهد شد. یعنی هرچند با درایت کنترل شده اینا، وقتی ببینید رهبری اومد توی اون سخنرانی تاریخی خودشون، این احمق‌ها فکر کردن اینجا گرجستانی که با 10 میلیون دلار بتونن حکومت عوض بکنن، هرچند پدر اینا رو در آوردیم ما جوابش دادیم، اما اینا بیخیال نخواهند شد. رو این گزاره داخلی دست خواهند گذاشت. منتظر باشید برای اجرای طرح یارانه ها. منتظر باشید. همزمان با اون اینا برنامه‌شون اجرا خواهند کرد. دوستان اینها در کشورهای عربی که قراره توی این جنگ کمکشون کنن کیان؟ عربستان، اردن، کویت و این کشورهای دیگه که خود داره. اما این دو کشور به طور خاص، مصر، عربستان، اردن، مصر، این مثلث شوم در رأس اینا که قرار داره؟ اردن با ملک عبدالله که مادرش انگلیسیه. چند تا نکته در مورد ایشون وجود داره عرض بکنم خدمتتون، خیلی مهمه. اخیراً شروع کرده به تهدید کردن اسرائیل. ما اسرائیل حواست باشه فلسطینیا رو نکشید. کسی که عکساش موجوده که داره قهقه میزنه با اولمرت، با رؤسای حکومت اسرائیل، خیلی عجیب. کسیه که هلال شیعی رو مسئلهش رو مطرح میکنه، میگه شیعیان با یک هلال دارن یک امپراتوری به وجود میارن. توی انیمیشن های 9 گانه ماتریکس چندگانه 9 گانه، اینا اتفاقی همش من توهماتون دادم. توی اونجا نقشه جهان سازمان ملل نشون میده رو دیوارش، درسته؟ یه مگسی نشسته. این کارمند سازمان ملل اینو میزنه، این مگس رو میکشه یه هلال قرمز رنگ شکلی، همون هلال شیعی درست میشه. این آدم اخیراً در سایت های وهابی ها به نام امام زمان معرفی شده. الحمدلله هر دم از این باب بری میرسه.